سلام، خوش اومدید به اولین ولاگ من. امروز میخوایم از پارک و دریاچه و تا نیویورک میخوایم کلن امروز با من باشید. و اولین جا که میخوایم بریم یه پارکی که فکر کنم دریاچه داره، چون تا حالا نرفتیم و اولین بار که میخوایم بریم. الان میریم یه بوس دیگه هم سوار میشیم، بوس 16 که بریم به دریاچه نمیدونم، پارک و دریاچه. ما الان رسیدیم، از بوس پیاده شدیم و داریم راه میریم ببینیم کجاست، چون ما تا حالا نیومدیم اینجا و آبجیم زده لوکیشن داره. الان داریم میریم ببینیم پیدا میشه یا نه. احساس میکنم اونطور پارکی نیست، چون اینجا نمیدونم، اونجا یه چیز سیرک مانندی میبینم. اونها اونجا رو میبینید، من با موبایل آبجیم ستم اونجا رو میبینید. اونجا نمیدونم چی داشتم خوابیده. از دور چطور دیدم فکر کردم اینجا یه مثل شهر بازیه، ولی اینجا مکدونالد، همینجا که بهتون نشون دادم، ولی اینجا مکدونالد. این لیدر که چیزی بخریم و بخوریم، بعد میریم دریاچه. اینجا یکم صدا زیاده، نمیتونم ویدیو میتونم بگیرم ولی اینطور حرف بزنم، چون که من تا حالا نیومدم این لیدر و نمیدونم بستنیاش کجاست. بگردیم یکم مثلا اینجا هم نشون بدم یکم قیمتش لیدر نمیدونم، لیدر رو نمیدونم، مثلا گرون هست ولی اوکی هم هست. اینطوری بستنیاش کو اونجا چیزایی میبینم. بریم بادا. اینجا مثلا شیراشه، البته شون اوکیه. چیکن واه بستنی نیستن اینا تا خوش مزه است. این بذارید ببینم چنده. مینی ماندل این 3.79 اینه، ولی حالا نگاه میکنم که کدومو بردارم. حالا اون ورش هم فکر کنم باشه، اینجا فقط دو مدل هست، اینجا بیشتر هم هست. هندونایی داره. اینا این کوچولو هست و اینا خیلی گرونه، چون واقعا خوشمزن و میارزن. بریم اونجا بوینو، اینم خیلی خوشمزه است. کدومو بردارم؟ همینجا هست، میرم اونجا تا شاید اینجا از اینجا یه چیزی بردارم، شاید این هندونه بردارم یا هم شکلاتیه. حالا بهتون میگم بعد شد. اینو 100% برمیدارم، چون الان فعلا میذارم یخچال که رفتنی بردارم، چون باید سرد باشه. اینا هم چنده؟ 1.99. بریم که ادامه رو برم. من که دیگه چیز دیگه نمیخوام، ولی حالا بازم نگاه میکنم ببینم چی هست بردارم، ولی فعلا که هیچی نمیخوام. دل حتی لباس هم داره. واو، لباس اینجور که تابستون اینجا کلی لباس داره. اونجا تا اون ته اینا هم بعضیشون بازی و ایناست، ولی خیلی قشنگن. مثلا این چند فکرم 5.99. واو، کفشا رو نه اصلا قشنگ نیست، اصلا به هیچ وجه. کلی لباس هست دیگه، کیف این واسه چی کار؟ شلوار همه چی هست اینجا. آلدی هم داره فکر کنم. ما این شکلی. اینجا یه گو دیدیم ما، خیلی خوشگله. نید وای، ولی میاد منو میخوره. من دیوونه است واقعا. ولی خوشگله.
بقیه جاها رو هم بهتون نشون میدم الان. اینه ها بذارید اونجا پر آب. وای گود جا خیلی خوشگله. بذارید یه گوه خیلی وحشی اینجاه و کلا میخواد گاز بگیره. ببینید گاز میگیره. طبیعت ها چقدر زیباه. کلن لجنه ای دام کلن آبه من خوشگله. اینجا هم که میدی اون من نمیدارم چی هست ولی خب داریم واقعا خیلی خوشگله. من ادامه میدم اون من بهتون نشون میدم و بعدش که میریم برای بعدش از اینجا میریم با بوس میریم نیویورک. اونجا هم یک تا لباسای خیلی جدیدی آورده اونم بهتون نشون میدم. تو خیلی خوشگله. کلبه مانند هست دیگه. کلبه است دیگه جوری نمیشه شکلیه. اوی بازم دریای خیلی خوشگله. دریاچه فکر کردم که مثلا دریاچه نیست یه آب کوچیکه ولی خیلی خوشگل اینجا چون تا حالا نیومدم. واقعا خوشگله. واو خیلی خوشگله. میتونم بگم عالیه. یعنی واو واو. اینجا فعلا که راه کلا اینجا میریم ببینیم به کجا میرسیم. واقعا طبیعت خیلی زیباست. این پارک خیلی خوشگله. الان توپه اونجا یه چیزی هست یه چیز سیاه اینطوری باز کنم توپه. خیلی خوشگله. خیلی ادامه میدیم. واو ببینیم اونجا چه خبره. اونجا رو میبینید. اونجا بایستید اونجاها یه چیزایی هست میشه اونجا نشه. الان میریم اونجا رو بهتون نشون میدم. بریم. خیلی خوشگله. چیکار کردیم واقعا ما به گواه بستنی دادیم. ای من فکر کردم نمیخورن دیگه ولی یه جوری داشتم میخوردن چون معلومه دیگه گوشتشونه چی نخوردن خاطر همون که گو چه انتظاری ولی واقعا گاز میگرفتن. اینجا رو ببینید بچه ها. الان یادشون نفوس الان میریم به سمت نیویورک پایینه. این تو صف پرو وایسادم ببینیم میام تو صف پروم. نه لباسامه 3 تا برداشتم که تست کنیم ببینیم تو شکلی. این چیزی که هست این شد. دومی اینه. سومی هم اینه. الان پروش میکنم بهتون نشون میدم. واسم یکم کوچیکه بهش بسته نمیشه یکم کوچیکه. این نه اصلا شکلیه اصلا اوکیه ولی پشتش باید بند داره باید بسته بشه. اوکیه این خوبه ولی احساس میکنم که چون خیلی کوتاه نمیتونم بپوشم. حالا این خوبه میتونم بپوشم. خوبه. این چیه؟ کوتاهه. اینجا هم خیلی بازه و اینجا هم خیلی بازه. سلام خیلی بده کوچیکه ولی یه جایی قشنگه. کوچیک نیست کوتاهه فهمید. منم یه دونه بلند اونجا دیدم اونو برمیدارم. فکر کنم خیلی خوشگل تره. اونو میتونم بهتون نشون میدم و آخری که میریم اسمم اونو برمیدارم. بعدی رو فقط بهتون نشون میدم که پروش نمی‌کنم چون واقعا وقتم نیست و خیلی طول میکشه. از اینا از سفیده که گل داشت بنفشه خوشم نیومد
از این خوشم اومد ولی کوتاه بود، خیلی باز بود. اینم خوشم اومد بالاش خیلی باز بود. در کل نه صداشم نه، ولی نگار 100% فکر کنم بلندر بردارم چون خوشگل بود. حتما اینو برمیدارم و بهتون فقط نشون میدم اونو و تمام. بریم که ادامه. چه آخرین انتخاب کردم، خیلی خوشگله، نظر من که خیلی خوشگله. تا ویدیوهای دیگه و ولاگای دیگه اگه بیشتر ولاگ میخواید حتما بگید و تو کامنت ها بنویسید که چه ولاگایی بگیرم و لایک و سابم یادتون نره. خدافظ تا یه ویدیو دیگه، یه ولاگ دیگه. خدافظ.